هفته گذشته در تیوریخ شویتساریا پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات داشت. در این دیدار جانب‌ها وضع و شرایط کار خبرنگاران و کارمندان رادیو آزادی در تاجیکستان را بررسی نمودند. اما درباره نتیجه ملاقات امالی رحمان با جیمی فلای دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان و بعضی خبرگزاری‌های روسیه خبرهای زید و نقیض را منتشر کردند. اصل صحبت چی بود؟ حالا ما فرصتی داریم که در این باره با خود پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی صحبتی داشته باشیم. جیمی فلای، تشکر زیاد و که به برنامه ما آمدید و شما هفته گذشته یعنی هفتم نوامبر با پرزیدنت تاجیکستان امالی رحمان در تیوریخ ملاقات داشتید. ملاقات شما چگونه گذشت؟ من میخواستم با رئیس جمهور رحمان درباره کاری رادیوی آزادی بحث کنم که ما احساس میکنیم نقش مهمی را در جامعه تاجیکستان اجرا میکند. آزادی از طرف حکومت رئیس جمهور رحمان زیر فشار مانده است. بعضی از خبرنگاران ما را آزار دادند، بعضی دیگر از اکریدیتاسیون محروم شدند. من خواستم به او واضح کنم که اگر او میخواهد ما در تاجیکستان فعالیت ما را ادامه بدهیم، چنین مناسبت غیر قابل قبول است، چون ما در چنین شرایط کار را ادامه دادن نمیتوانیم. من واقعا میخواستم به او برسانم که ما معیارهای خبرنگاری و کسبی خود را صرف نظر نمیکنیم. اگر ما در تاجیکستان ماندنی باشیم، باید مناسبت با آزادی و شیوه روزمره رفتار حکومت با آن تغییر یابد. من سعی کردم برای همین از او ضمانت به دست بیارم. خب بعد ملاقات شما دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان خبرها درباره احتمال بسته شدن دفتر رادیوی آزادی یعنی بخش تاجیکی در دوشنبه رو دروغ نامید و همزمان طلب کرد که رادیوی آزادی با تبلیغ و تشویق سازمان‌های تروریستی که از سوی دادگاه عالی منع شده هستند در تاجیکستان خاتمه بخشد. خب برداشت شما از این حرفو چی است؟ واضح است که او بعضی از گزارش‌های ما را خوش ندارد، ولی این یک بخش کار ما همچون خبرنگار در رادیوی آزادی در تمام جهان است که منصبداران حکومت را به چالش بکشیم و نظرهای همه طرف‌ها و همه زاویه‌ها را بازتاب دهیم. در تاجیکستان حکومت نمی‌خواهد که ما بعضی از موضوعهای معین را انعکاس کنیم. من به او بسیار واضح گفتم که ما نظارت تحریریه خود را به کسی در حکومت تاجیکستان نمی‌دهیم و نمی‌گذاریم که مقامات تاجیکستان به ما بگویند چرا انعکاس کنیم و چرا نه. او هم طبعا میخواست نظر و اندیشه هایش را درباره بعضی موضوعهای ما بگوید که چون این چیزها را ما از رهبران دیگر کشورهایی که ما آنجا فعالیت داریم نیز میشنویم. بعد از این من این نکته را به او رساندم که ما ضرورت به آن داریم که بدون فشار و آزار کار کنیم و ما میخواهیم تمام خبرنگاران ما اکریدیتاسیون شوند. او گفت که حکومت دفتر ما را در دوشنبه بستنی نیست، ولی واقعیت این است که آنها تلاش دارند نظارت کنند کدام خبرنگار اجازه دارد از داخل کشور برای ما گزارش دهد، کی به کار گرفته شد و کی نه. من گفتم که چنین شرایط قابل قبول نیست و اگر وضع به تغییر ماند ما مجبور میشویم قرارهای سخت درباره فعالیت آینده خود در تاجیکستان قبول کنیم. خب ببینید به هر حال بعد از ملاقات شما با جناب رحمان امالی رحمان بیشتری از کارشناسان و خواننده و بیننده رادیو آزادی خیلی انتظارات خوب دارند، خوشبین هستند، اما برخی دیگر برعکس نگران هستند. ولی خود شما چی پیش بینی میکنید بالاخره با 11 خبرنگاری رادیو آزادی در تاجیکستان اجازه‌نامه فعالیت خواهند داد یا نه؟ من پر از امیدواریم که ما در بعضی از مسائل مربوط به اکریدیتاسیون پیشرفت خواهیم کرد. در پایان ملاقات رئیس جمهور واضح گفت که مسئله اکریدیتاسیون حل می شود و اون نمیخواهد به من چون مدیر رادیوی آزادی دیکته کند کی را به کار گیریم و کدام خبرنگار در تاجیکستان کار کند. من امیدوارم که مقامات تاجیکستان دستورهای رئیس جمهور را اجرا میکنند و بقیه خبرنگاران ما را اجازه کار میدهند. با 11 نفر اکریدیتاسیون میدهند و دیگر همکاران که چند پیش برای مهلت کوتاه اجازه گرفتند اکریدیتاسیون کامل میگیرند. من احساس کردم که رئیس جمهور چنین عهد داد. حالا مسئله در دست وزیر امور خارجه و یا وزارت امور خارجه است که وظیفه‌شان دادن اکریدیتاسیون می باشد. ما حالا منتظریم ببینیم که آنها چگونه وعده داده رئیس جمهور را در این دیدار هفته گذشته در سیوریخ اجرا خواهند کرد. بعد از این ما ارزیابی میکنیم که تا کجا رادیوی آزادی میتواند آزادانه در تاجیکستان فعالیت کند و چگونه دفتری کامل باشد که تواند همه این موضوعهایی را که میخواهیم در تاجیکستان انعکاس کند.
سپاس به پایان برای صحبت. Thank you very much for your interview.